جلسه سالانه حکومت تاجیکستان در این بینای پشت سر من ساعت 9 به وقت دوشنبه آغاز شد. ساعت 13:30 شرکت‌داران جلسه به تنفس برآمدند. درباره جزئیات جلسه هنوز خبری رسمی پخش نشده است، اما طبق اطلاع دریافتی رده آزادی در قسمت اول جلسه سالانه حکومت، نخست وزیر قاهر رسولزاده درباره کار حکومت در سال گذشته 2021 حسابات داده است. برخی از شرکت‌داران جلسه به رده آزادی گفتند در حسابات نخست وزیر همه ساحه‌های کشور فرا گرفته شده بود. اصلا رهبر دولت مثل همیشه از نتیجه ها میپرسند و بعدا برای حل مشکلاتی که در کدام ساحه‌ای که نباشد البته بعدا دستور و هدایت های خود پیشنهاد میکنند که فکر میکنم به خاطر حل مسائل اجتماعی اقتصادی کشور در دوره من بعد بود. طبق اطلاع دریافتی یکی از مسئله هایی که در قسمت اول جلسه سالانه حکومت بررسی شده است مسئله صنعت کنونی کشور بوده است. حکومت تاجیکستان گفته است با هدف تامین ساکنان با جای کار صنعت کنونی با سرعت کشور را هدف چهارمین استراتژی اعلام کرده است، در حالی که همه ساله حدود 1 میلیون شهروند تاجیکستان مجبور میشوند برای دریافت کار و درآمد کشور را ترک کنند. در نظر است که جلسه سالانه حکومت ساعت 14:30 به وقت دوشنبه کار خود را ادامه دهد. در قسمت دوم جلسه طبق اطلاعی که ما دریافت کردیم وزیران و رهبران کمیته های دولتی درباره کار خود در سال گذشته حسابات می‌دهند و در آخر جلسه رئیس جمهور امام علی رحمان برآمد می‌کند و دستور و سفارش های خود را به حکومت ارسال خواهد کرد. همه ساله بعد از انجام جلسه سالانه حکومت رئیس جمهور تغییرات های کادری می‌گذراند. مقامات تا حال نگفتند که در بعد از انجام جلسه امساله چه تغییرات های کادری صورت میگیرد، اما برخی از منابع گوناگون به رده آزادی گفتند در نظر است که رئیس جمهور بعد از انجام این جلسه تغییرات های کادری گذراند. جلسه سالانه حکومت در سالهای گذشته بعضی انتریگه های داشته است، از جمله راندن بعضی از رهبران اداره ها از تالار مجلس. هنوز معلوم نیست که جلسه امساله با چه انتریگه به انجام میرسد. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی، دوشنبه.